با قرار حکومت جمهوری توجیکستان تحت رقم 565 از 3 نوامبر سال 2018 نظام پرداخت غیر نقدی جاری شده است. جهت جاری نمودن پرداخت غیر نقدی از طرف بانک ها، سوبیکت های خواجگیدار، صاحبکاران و خریداران علاهیده شهر و دهات پنجکین یک قطار تدبیرهای معین عملی گردیدند. متخصص تجارت چکنه فیلیال تشکیلات امانتی قرض خورد ایمان اینترنشنال شهر پنجکین مفضل زاده پرویز جریان این تدبیرها را از جمله به ما چنین شرح داد. در تشکیلات ما تمامی عملیات‌های بانکی گزارنده می‌شود، از جمله گذراندن حساب‌های غیر نقدی، گذاشتن پست ترمینال‌ها در مغازه‌ها که اهالی شهر دیهاتی پنجکین می‌توانند طریق کارت‌های پرداختی به ملال از جمله با کارت‌های ملی می‌توانند خرید و پرداختشان را از پست ترمینال‌ها در مغازه‌ها حساب برابرکنی کنند. عین حال یک مغازه پست ترمینال گذاشته شده است و در روزهای نزدیک با دوسه مغازه ها ما علاقه همکاری کرده ایستادیم. در روزهای نزدیک باید دوسه پست ترمینال دیگر رو پیوست نماییم. طبق اطلاع مدیر فیلیال امانت بانک شهر پنجکین شامراد خالوف، تطبیق این قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت نظارت قرار دارد و همکاری با سوبیکت های خواجگیدار سال تا سال بهتر می گردد. ما یک قطار چارجویا کاری سادیم، مثلا در مغازه های خوراکباری، مغازه های تکنیکی، پست ترمینال موندیم. همه مزارجان میتوانند که همون کارتی خودشانه در وقت همون عملیات های انجام دادن تیانو و همجا چک کمیته در عین حال با 6 سوبیکت های خواجگیداری شرطنامه کردگی حرکت در مگزین ها پست ترمینال وجود دارد. مثلا مگزین زیبا، من اشنی کلخاسچیان، من نصریف یوسفچان، مثلا مغازی ریستوران دوستی به همین پست ترمینال نصب کرده شده میتوانند سنیب سنس هم به هست. در مغازه مصالح ساختمانی یوسف اظهار داشتند که استفاده از تجهیزات کارت‌های غیر نقدی امانت بانک و نظام آنلاین بانک اسخاتا در این مغازه با منفعت آنها و خود خریداران است. در مغازه ما پرداخت نظامی غیر نقدی جاری شدگی ما با امانت بانک شرطنامه گذاشتیم که همین کار را تشکیل کنیم. ما تشکیل کردیم آمده آدما با خرطه کردی با پول نقد نه غیر نقدی سودا کردی سودان. یکی از مرکزهای کلان تجارتی در شهر پنجکین بازار جمعیت مطلوبات شهر به شمار رفته. تا به حال در اینجا نظام پرداخت غیر نقدی پورا جاری نشده است. صاحبکاران بازار استفاده کارهای غیر نقدی را مهم ارزیابی کردند. پرداخت غیر نقدی بسیار جهت‌های خوب دارد. برای آنکه اول کسی پول کرده گرفته نمیگیرد، با بالای این پول مثال گفته نمیشد، گم نمیکنید، چیز نمیکنید. این یک کارت پلاستیکی مایجکک در کیسه گرفته شما میتونید جمهوری گوجه روید، گوجه خواهید همونجا همون چیزاتون از بانک میگیرید یا که از بانکمات‌های کوچه. این چونه در وقت سودا کردن ممکن است افضلیتی زیاد دارد. این پرداخت‌های مثال غیر نقدی با واسطه پلاستیک. در مرکز تجارتی عمریان ما با یک نفر خریدار هم صحبت شدیم. او گفت که از شهر حجت می باشد ولی درباره کارت غیر نقدی معلوماتی ندارد. در مغازه میزگان مسئولین آن به ما اطلاع دادند که با فیلیال امانت بانک شهر پنجکین جهت نصب تجهیزات مخصوص، جهت استفاده از کارت‌های غیر نقدی شرطنامه به امضا رسیده است. روزهای نزدیک این تجهیزات نصب می شود و آنها با پرداخت غیر نقدی پورا می گذارند. در یک قطار مغازه ها، دکان های تجارتی و خدمت رسانی شهر و دهات پنجکین قسما از کارت های غیر نقدی و نظام آنلاین بانک اسخاتا استفاده می شود. ولی فروشنده ها کم بودن شماره استفاده برندگان این نظام نو را تاکید کردند. نوبسته به این روند اکثر
мусоҳибони мо бартарияти истифодаи кортҳои ғайринақдиро талаби замон арзёбӣ карданд. пардохти ғайринақдӣ ба манфиати ҳам мардум ва ҳам инчунин давлат мебошад, чунки харидорон бевосита аз картае ки доранд пардохт мекунанд. تصمیم گرفتیم که پاسرمانی نصب کنیم غیر نقدی همش رایگان از طرف امانتبان رایگان میتیم. بسیاری ها خودشون مراجعت کردن که منفیتش دیدن خودشون مراجعت کردن. آدمای خارجی میبیان بسیارش مبلغ‌های که خارجی است اسعار خارجی دارن و به طور اتوماتیک علاقه هم پست ترمینال با پروگرام دارد پول ملی کرده قبول میکند. من دلم پر است که در آینده نزدیک این در تمام جمهوری پهن میشد. حتی علاقه در بازارهای مرکز شهر دوشنبه در خوجند کارت‌های پلاستیکی غیر نقدی علاقه فعالیت کرده ایستادند. و این ما امید داریم که این هم در پنجگنتی ما هم برای که پنجگنتی ما یک شهر قدیمه است. واقعا استفاده کارهای غیر نقدی در شهر و دهات پنجگن بهبودی را تقاضا دارد. در صورت وسعت کارهای ترغیباتی هدفناک نمودن همکاری‌های بانک‌ها با سوبیت‌های خواجگیدار بلند برداشتن مسئولیت صاحبکاران و مشتریان و پیشروی‌ها در سمت تطبیق این قرار حکومت جمهوری تاجیکستان نائل گردیدن امکان پذیر خواهد شد.